شرح این و دیگر رویدادها. دومین بازی‌های اروپای تحت عنوان درخشی تو درخشی سول در شهر مینسک بلاروس به انجام رسید. از نتیجه مسابقه‌های بازی اروپایی و مراسم پوشیده شوی آن همکارانمان گزارش تهیه کردند که منظورتان می‌گردانیم. از سنه 21 تا 30 ایون سال جاری دومین بازی اروپایی در شهر مینسک کشور بلاروس برگزار شد. در این بازی‌ها ورزشکاران 43 کشور جهان در 21 رشته ورزشی بین هم رقابت کردند که شامل نوع‌های گوناگون ورزشی از جمله اکروباتیکا، تنیس، جودو، ایروبیکا، بسکتبال، انواع گوشتن‌ها، قایقرانی، گیمناستیکا، انواع دوچرخه‌رانی، کاراته، ورزش سبک، فوتبال، سامبو و نیز نوع‌های گوناگون تیرپرانی و باکس صورت گرفته بهترین‌ها معین شدند. همینطور پس از 10 روز برگزاری دومین بازی اروپایی تحت عنوان درخش تو درخش سال، سه کشور سابق اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه، بلاروس و اوکراین در سگانه بهترین قرار گرفتند. از جمله ورزشکاران روسیه 109 مدال به دست آوردند که 44 مدال طلا، 23 نقره و 42 برنجی را تشکیل می‌دهد. کشور میزبان یعنی بلاروس باشد با 24 مدال طلا، 16 نقره و 29 برنجی در مقام دوم و کشور اوکراین با 16 مدال طلا و 17 نقره و 18 برنجی شامل سگانه بهترین دومین بازی‌های اروپایی گردیدند. ضمناً اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان که با سفر رسمی در بلاروس قرار داشتند با دعوت الکساندر لوکاشنکو در مراسم پوشیده شوی دومین بازی اروپایی اشتراک و به حیث مهمان فخری در کنار پرزیدنت کشور میزبان قرار داشتند. The President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.